دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم حکومت تاجیکستان روز 1 مای سال 2023 خبر داد که هفته گذشته صبح جمعه 28 اپریل یک ساکن شهر ترسونزاده که گرفتار بیماری روحی بوده است یک بار 2 مسجد را آتش زده است. بنا به اطلاع رسمی که مجله دین و جامعه نشریه کمیته دین در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرد، صبح 28 اپریل تخمین ساعت 8 در مسجدهای 5 وقته دهه‌های زیارتوت و سنقله جماعت دیوت نواباد شهر ترسونزاده سوختار سر زده است که در نتیجه بنای مسجد 5 وقته دهه زیارتوت به پورگی سوخته، بنای مسجد 5 وقته دهه سنقله قسما ضرر دیدند. کمیته دین گفت تحقیق حادثه مذکور ثابت نمود که ساکن شهر ترسونزاده بوتروف دلشاد دولتوویچ 32 ساله بنا به سبب خروج بیماری روحی مسجدهای مذکور را آتش زده است. دولت بوتروف پدر دلشاد بوتروف گفته است پسر او چند ماه اخیر بنابر خروج بیماری روحی در شرایط خانه نگهداری و نظارت میشد. روز آخر شرایط نگهداریش را نسبتا سبکتر نمودیم. او با استفاده از این حالت از خانه فرار کرده مسجدها را آتش زده است، گفته است پدر دلشاد بوتروف به مجله دین و جامعه. بنا به اطلاع نشر شده دلشاد بوتروف فعلا در بیمارخانه کسلی‌های روحی واقع در شهرک کوکتاش نویه رودکی معروف به بیمارخانه کوکتاش نگهداری و طبابت می شود و وابسته به حادثه مذکور از جانب مقامات دخلدار تفتیشات ادامه دارد. حادثه های سوختار در مسجدهای تاجیکستان قبلا هم رخ داده است. از جمله ماه ینور سال 2023 پی هم 2 مسجد 5 وقته دهه چمنستان در جماعت سامان در کنار شهر ایسار و مسجد واقع در کوچه عبدالله ذکر شهر وحدت به کام آتش رفتند. سبب سوختار در مسجد چمنستان در گرفتن فرش گرم این مسجد گفته میشد. سبب سوختار در مسجد وحدت رسش کوتاه ناقلا گفته بودند. اما برقصدانه آتش زدن مسجدها حادثه است که بعد جنگ شهروندی تاجیکستان مشاهده نشده بود. اکثریت کل اهالی تاجیکستان را مسلمانان تشکیل میدهند. بنا به آمار رسمی کمیته دین در تاجیکستان تقریبا 4000 مسجد عمل میکنند.